که باید بریم کربلا. یه منبری از منبری‌های معروف رفقای من برای من تعریف می‌کرد. میگه وای خراسانی ما سال‌های همسایه‌ای داشتیم. آدم مؤمنی بود. توی هیئتی چایریز بود. مثل شما. قدر خودتون رو بدیم. کجا نشستی؟ مادرت تو دل دعا کن. سال‌ها توی هیئتی نزدیک 40 سال چای می‌ریخت. همسایه ما بود. کارگر بود. یه تو خونه بودم در می‌زدم. من دم بچه‌هاشم. سلام چی عمو؟ گفت عمو بدو بابام رو به موت. تمام. لحظات آخرش گفت عبا رو انداختم. گذاشتم دویدم تو خونه‌شون. بله رو به قبلش کردن و لحظات آخره. لحظات احتضار. گفتم حاجی خوبی؟ چه خبر؟ بهتری؟ حالت خوبه؟ دیدم جواب نمیده. گفتم حاجی صدای منو میشنوی؟ گفت بله. گفتم حاجی میدونی تو چه لحظه‌ای هستی؟ گفت بله. گفتم تا چند لحظه دیگه میخوای به دیدار محبوب بری؟ حواست هست؟ گفت بله. گفتم من شهادتین میگم، پشت سر من شهادتین بگو. لحظات خاصیه. شروع کردم به شهادتین گفتن اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بده به نبوت پیغمبر، اشهد ان علی ولی الله. دیدم هیچی نمیگه. دوباره گفتم حاجی شهادتین میگم، پشت سر من شهادتین بگو. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بده به نبوت پیامبر، شهادت بده به امیرالمومنین. دیدم بازم چیزی نمیگه. دفعه سوم چهارم گفتم حاجی صدامو میشنوی؟ گفت بله. گفتم پشت سر من شهادتین تو بگو. لحظات آخر عمرته. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بده به نبوت پیامبر، شهادت بده به مولا امیرالمومنین. چندین بار گفتم دیدم بازم حرف نمیزنه. گفتم حاجی صدامو میشنوی؟ گفت بله. گفتم چرا حرف نمیزنی؟ گفت 100 بار دیگه هم بگی نمیگه. گفتم چرا؟ گفت 40 سال براش چای ریخته. نمیگه 40 سال براش چای ریخته. گفت منقلب شدم. شروع کردم به گریه کردم. گفتم راست میگه، نوکر توقع داره اربابش. گفت داشتم گریه میکردم، خانواده‌اش گریه میکردن از این حالی که داشت. یه دفعه دیدم بلند شد تو جاش نشست، دستشو گذاشت رو سینه‌اش. گفت آقام گلدین. خوش اومدی آقا جان. آقام گلدین. خوش اومدی آقا جان. من اینجا زحمت کشیدی آقا تا اینجا اومدی برای یه نوکر. نامه میخونم. وارد حرم بشیم، پرده ها رو بزن کنار، یه مزار 6 گوشه میبینی. تا این که نیزه‌ای بدنش را به خون کشید،